لحظه ها برای همیشه ثبت میشن، اما لکه ها از بین میرن. با مایه لباسشویی 5 کاره اکتیو، لحظه ها مهمتر از لکه ها. منو اکتیو. وقتی میگیم چیز نیست، هر چیزی میتونه بیاد رو میز. اما وقتی میگیم کیک میک، فقط و فقط کیک میک مزمز میاد رو میز. کیک میک، دستپخت تازه مزمز. وای زدی فکر نکن حالا شاد اومدی میتونی بری سراغ دخترم. این خبرها نیست. مهدی اندر مطالبه است. 110 تا سکری بیاری بذاری چاپ دستم. پاشان آره همینه، نمیتونی بمونی و ببازی. باید بری و یه گوشه دنیا تو بسازی. سرگرم کیفیت شوید با تلویزیون های دو نسل زد. اون سمک کوفتی رو بذار که حرفای منو خوب بشنوی. از روزی که تا اون ننت هاتونو گذاشتین تو زندگی ما، زندگی من آقام شد جهنم. ننت که آقامو کش، که خدا رو شکر تقاضاشو پس میده. تو هم که اینو انداختی رو صورتم که جاش تو ابد باهامه. ننت خیلی نامرده، از من رضایت گرفت که تو بری بیرون، اما خودش به من رضایت نداد. من حالا واسه خاطر لگد تو شکم ننت باید بمونم اینجا. خوب شد بچه‌ش افتاد که داداش لجنی مثل تو نداشته باشه. برو بیرون، زندگی کن، بزرگ شو، اوج بگیر، کیف کن تا من بیام بیرون نفس تو بگیرم. رفتی بیرون دارت باشه، یه روز بیام سن خراب میشم. اینو من ننتم گفتم. وای نکشه ما رو کماندو. ببین بزن، منو میترسونی. اون موقعی که شما داشتید آلاسکا نیست میزدی، من تو عروسی داشتم آتاخیا رو لونه میکردم کجا ببینم تو منو. داری منو تهدید میکنی؟ ارفان میخواییم که من اینجا نباشم؟ من تا رفیقم پیدا نکنم از اینجا جم نمیخورم. 2 تا چیز هست که خط قرمز منه: رفاقت. این آقا چی میخواد؟ چیه؟ چه خبر تو شلوغش کردی؟ من با یه رفیقم پیدا کنم. خب برو پیداش کن. مشکل ندارم. آره برو. اونجا نمیتونی بری آقای عزیز. اونجا که از همسایه ها به قتل رسیده. خب ایرجه. خواهش میکنم آقا، اجازه به اون بهترین رفیقم. خواهش میکنم آقا. خیلی خوب. بیا برو ببینش. بیا برو. مشکل ندارم. بذار برو ببین. بیا. سقا با ایرج چی کار کردی؟ من چیکار کردم؟ عوضی اومده بود خونه تو، من این ساختمون رو سر شما خراب کنم. بایست
به چیزی دست نزنی. بار اوله. این که اون نیست. مسخره کردی، این که ایرج نیست. تمامه. بفرمایید به شما و خانم. رضا اینو بردار ببر بالا. دست به من نمیزنی یا دست نزن. ایرج برای چی؟ میگه دنبال رفیقش ایرج میگرد. بهش بگین یه جایی تو همین ساختمونه دیگه. بعدش هم امیر جان مواظب باشین که جو متشنج نکنه. بله بابا. چجوری این قطع میشه؟ سلام. شما اینجا چیکار میکنی؟ حمید همین ساختمون گذاشته رو سر خودش. رفیق خوبیه، خوشم میاد. با اینکه گاوه. این گوشه چیه؟ شما گوشی نداشتین؟ بدیم ببینم. گوشی کیه؟ مال حمیده. دستور داده شده بیرون نرید. نمیتونید قانون خارج شید. یا چند لحظه تحمل کنید. سازمان محترم توجه فرمایید. متاسفانه به خاطر اتفاق ناگواری که برای ساکن واحد 113 رخ داده هیچ کس واسه خودت اطلاعیه صادر می‌کنی؟ من لاویمن اینجا. اطلاعیه دادن از وظایفمه. ایرج نزن آقا. خانم ایرج رو ندیده؟ ندیده آقا، ندیده. برو آقا ایرج رو ندیده؟ آقا برو دیگه. ایرج چی کار میکنی آقا؟ چرا جو متشنجش میکنی؟ ببخشید الان این جوتون آرومه؟ حالا هرچی که شما اجازه ندید داد بزنن پشت میکروفون. اینجا لابی خونمه، گم شده رفیق خودم، انقدر داد میزنم صدامو بشن. شما اینجا چی کاره ای؟ ایرج کجا آقا؟ آره همین میشه. مؤدب باش. نمیشه آقا بفهم. پارتی بازی یاره. کجا آقا؟ ساکن کدوم واحدی؟ چه اسمت چیه؟ به من بگید خیالجون عزیزم. همیشه من میشه. مدیره ساختمونم. واحد شماره تو یکی دیگه دیوونمون نکن. برو ببین. برو رفتار کن. واسه در هم برهم نمیشه پیداش. خوب گوش کنید. کسی از این ساختمون بیرون نمیره. من دیگه نمیتونم تو آپارتمانم تنها بخوابم. از در و دیوار میترسم. آقا یکی پیدا شه بیاد بره تنهایی اینو پر بکنه، داره میترسه. الان یکی اون بالا مرده. همین خانه انقدر زخم زبون نزن به من تو اینجا هیچ کسو ندارم. من خیلی تنها. گناه داره، اذیتش نکن. ایرج توجه فرمایید. بس دیگه. یعنی من اگه تو این ساختمون به یه نفر حسودی کنم ما اونم تویی. تو این شرایط هم دست از خوندنت بر نمیداری نه؟ یعنی دنیا رو ببره تو رو خواب میبره شری جون. میبینم که طلاهارم جمع کردی. دست آدم بوده. دست چته تو؟ دستت دست که از شونم بردار عزیزم. قربتی. این چرا متوجه این ایرج گم شده. چرا نمیفهمیم؟ این هوش و حواس بستون آقا خجالت بکشن این بچه های بی تربیت بیش کسوت تو هم. اون موقعی که شما داشتی تو بغل مامانت شیر میخوردی من گروگان داشتم آزاد میکردم. شما چرا؟ نخند. چرا میخندی خانم شما؟ مثل که متوجه نیستین. این ایرج رفیقمه.
اگه بلایی سرش بیاد من به تنهایی برای یه لشکر آدم جواب پس بدم. چرا دیوونم کردی آقا، دیوونم کردی. بیا برو. دیوونم کرد تو من بقدر. آخه کدوم آدم احمقی؟ بابا اینو واسه شما گذاشتن اینجا. مدرک جرم به این مهمی رو تو محل جنایت جا میذاره. نمیشه دیگه، اونم با برچسب به این تابلویی. درسته. قاتل هر کی بوده میخواسته جنایت بندازه پایین منیر. ولی به این فکر نکرده که منیر ریگو چجوری میتونه جنازه امیر از اینجا خرکش کنه ببره تا انباری. نمیشه دیگه. از اینا به من نمیگه. ایرج خان بفرمایید بیرون خواهش اینم ببین سه شواره ببین خودش داشته. نمیتونسته اگه اینو گذاشته اینجا که همه چیز طبیعی جلوه کنه، پس چرا جنازه رو برده بیرون؟ ایرج خان بفرمایید. آقا ولم کن. تمرکزم به هم میخوره. ایرج خان امیر. بله قربان. من جای نمیرم ها. به آقای حمید مژده بدین، رفیقشون تو واحد 113 است. بیاد این وقتی اینو داشته ازش استفاده میکرده. ببرش تو ماشین، من باش کار دارم. آها یه چیز دیگه هم میتونه. بابا ایرج خان یه لحظه شما برنامه بنده گوش چیه؟ آقا من قول میدم دیگه هیچ نگم. نمیشه آقا، نمیشه. بیور سر جا. نمیشه آقا، هی پشتش حرف میزنی جواب متشنج میکنی. ما چرا خودمو چی؟ خودتون بزرگواری بفرمایید. من قول میدم دهنم بسته باشه هیچ. گفتم که نمیشه. بیور کنار. تمنا میکنم. دست به من نزن. آقا من عذر میخوام، ببخشید. هیچی نمیگم. نشدم تا. چشم. بیورو. خیلی ممنون. همسایگان محترم توجه فرمایید. همکنون مدیریت محترم مجتمع در مزان اتهام به قتل توسط نیروهای اضافه پلیس به صورت قانونی خدا منو بکشه منیر جون، منو تشریف کنم. این عوضی هست ولی قاتل. این چه بساطی منیر؟ از این داستانا نداشتیم اینجا. یه چیزی بگین، همسایه‌ها منتظرن. قاتل خند این زنی که یکی رو کشته. رفیق 30 سالم چیکار کردی؟ کس آقا ایرج خان شما بالا پیش جناب سرگرده. خانم یه بار ببینم. ببرش بالا. ایرج خان بابا شما نمیتونید از ساختمون برید بیرون. هیچ کس حق خروج از ساختمون رو نداره. من میرم بیرون. من هیچ کس نیستم آقا. ببین هیچ استثنایی وجود نداره. الان رفیقتون میاد بالا، شما رو برمی‌داره میری خونتون. آقا من کار دارم. میگه ای با چی کار دارین؟ بیا. باید به شما بگم که بخاطر ساختمون رو گذاشتی رو سره. الان کدوم گوری بودی شما؟ نمیگی دل ما هزار را میره؟ باید صحنه جرم رو دوباره بررسی می‌کرد. قربان متهم پایین تو ماشین شماست. اینم لباسایی که تو ماشین لباسش. خیلی دلم واسه منیر سوخت. آها به خاطر همینم داشتی میخندیدی آره؟ خیلی ناراحت بودم. خب آبروش جلو همه همسایه‌ها رفت. اصلا منیر حقشه. گند زده باید آبروش جلوی مردم بره. بابا قتل انجام داد. ایرج جون یادته اون خانومه تو ایتالیا 1940 من و ایرج جان سیسیل؟ من چرا هیچی یادم نیست؟ بچه بودیم ما. یه دقیقه بیسیمتو بده. آروم بگی تا رئیس بیاد. یه بیسیم بزن به رئیست، باش کار دارم. اینجا آسایشگاه نیست اینطوری حرف میزنی ها.
اتهامت قتل خانوم. اشتباه منو گرفتین، من کاری نکردم. 1 دقیقه بیستیم بزن، باهاش کار واجب دارم. قربان. بله. این خانوم میخواد با شما حرف بزنه. صبر کنه میام پایین. الان بیسیم بده. اصرار داره الان با شما حرف بزنه، میگه مهمه. بده بش بیسیم. اسمش چی بود؟ قراب. سلام. بفرمایید. ببین آقای قراب. بله چی میخوای بگی؟ من هیچ کار اشتباهی نکردم. به این همکارتونم گفتم اگه همین الان نگی دستای منو باز بکنی یه کاری میکنم که چی کار میکنی؟ ها؟ چی کار میکنی؟ شما هیچ مدرک جرمی بر علیه من ندارین. خانم محترم، لباسای تنتون توی صحنه جرم الان توی دست منه. صحنه جرم چیه؟ لباسای منو تو ماشین لباسشویی خونم پیدا کردین و وقت میگین مدرک جرم؟ نه خیر، ولی وقتی ما نخ آبی رنگ کت شما رو پشت در همون مقتول پیدا میکنیم، خود کت شما هم شسته شده توی ماشین لباسشویی، اون وقت میشه مدرک جرم. بشینین سر جاتون تا بیام پایین تکلیفتون روشن کنم. بده من. خلاصه مردم حسابی ادبش کردن، اونم آبروش برای همیشه تو سیسیل رفت. آدم خاطی دلسوزی نداره. پس ما سیسیل بودیم. 1940. چیزی میزنی؟ اون موقع میزنم، الان نجان. مهمونی گرفتین؟ تو صحنه جرم واسه تخمه میخوری؟ راست. یه دقیقه ببینیم کار دارم. همین این زندان و سام دوباره به این موبایل این زنگ زدن. زندان و سام کیه؟ میگیم حالا. شما با لندور در ارتباطی ما باید بدونیم. ما نمیدونم. آقا الان شانس هم آوردیم ما. اینا سرشون گرم منیره، فکر میکنن اون قاتل زیاد سمت این نیومدن. به نفعمون شد. ما راحت میتونیم الان قاتل رو پیدا کنیم. اگه منیر قاتل نیست. نه قاتل نیست. من بیشتر 2 ساعت من بی خود پیاز سفت میدم. خب میگفتی دیگه. بیشتر شک من رو همین تماساست. اگه بشه تو میتونی با قراب صحبت کنی، بذاره ما بریم بیرون اینا رو پیدا کنیم. نه پس نه چون کار خودم. پاشین آقا، پاشین جمع جور کنیم برین خونه هاتون. این پدر منو در آورد. ببخشید من یه لحظه باشه میخوام. بفرمایید. تخمه میکنم. چی کار میکنی؟ مگه دزد گرفتی؟ دزد چیه خانوم؟ شما متهم قتلین. من کاری نکردم. اینو باز کن بذار من بیام بیرون. اگه نگران پدرتون هستید نباشید، ایشون خوبن. ایشون شوهرم هستن. بله میدونم، ولی جای پدرتون هستن. الان تیکه انداختی؟ به هر حال ایشون خوبن. الان برای چی منو آوردی این تو؟ بده؟ دوست دارین آبروتون جلوی سکنه ساختمون بره؟ فکر نمی‌کنید یه ذره دیره؟ به اندازه کافی آبروریزی ننداختی؟ ببینید خانوم، من تقریبا حس میکنم که شما این قتل رو انجام ندادید. یه کسی که شما رو خیلی خوب میشناخته همه مدارک رو دور هم طوری چیده که شما متهم به نظر برسید. خیلی ممنون از تشخیصتون. پس لطفاً این دستبند و این نرده کوفتی رو باز کنیم بذاریم من بیام بیرون. دقت نکردی. من گفتم تقریبا حس میکنم، ولی باید تحقیقات کامل بشه. در ضمن ممکنه شما خیلی هوشمندانه این کار کرده باشید. البته خب این یه فرضی است. الان یعنی تا اثبات فرضیه های جناب عالی من باید بمونم این پشت؟ نه خیر. بعد از جواب دادن به سوالای بنده امشب شما منتقل میشین به یه جای بزرگتر. البته یه جای یه ذره بزرگتر. آقای عزیز، فکر نمی‌کنین که الان من تو وضعیتی نیستم که به این شوخی‌های بیمزه شما لبخند بزنم؟ جواب اینو بده دیوونمون کرد. من با شما شوخی ندارم خانم. البته خودتون تشریف میبرین به چشم میبینین. مگه سوال نداری؟ بپرس دیگه. ببینین چی میگه. من خیلی دوست دارم که هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو بهم بگید. راجع به اطرافیانتون، راجع به مدتی که با امیر در تماس بودیم. من تماس خاصی با امیر نداشتم. هر چی که بوده در ارتباط با خرید خونش بوده. حالا این معلوم میشه. من دوستم اول بدونم که غیر از خودتون کی از ارتباطتون با امیر خبر داشت. من از کجا باید بدونم؟ اصلا چیزی نبوده که کسی بخواد ازش خبر داشته باشه. ببینید خانم،
وضعیت شما به قدر کافی پیچیده هست. لطفاً با کتمان و دروغ و سکوت پیچیده ترش نکنید. من با اون دنگ خدا بیامرز هیچ داستانی نداشتم، فقط دنبال خونش بودم. چرا خانوم؟ ای بابا آقا چته؟ قراب آقا دهن ما رو سرویس کردم ده هیچ چی کار. آقا من اینجا گل لغت نمی کنم که دارم از متهم بازجویی میکنم. آقا من نمیتونم اینو کنترلش کنم. بله اجازه بده از اینجا بریم بیرون دیگه. یه چقدر آشناست. من اینجا رو تو خواب دیده بودم. اومده بودیم اینجا وسایل خونه بخریم، با یه دختری میخواستم ازدواج کنم، تو نمیذاشتی. الانم نمیذارم. مشتریان عزیز، حضور شما را در شوش سیتی سنتر خیر مقدم عرض میکنیم. حمید اون دختره بود گفتم که وسایل خونه میخواستیم از اینجا براش بگیریم، اسمش آذین بود. الان خاطرش رو گرفتم. برو. مشتریان گرامی، برای تهیه لوازم خانگی با کیفیت از طبقات شوش سیتی سنتر دیدن فرمایید. اون بارگو مشتریان عزیز، حضور شما را در شوش سیتی سنتر خیر مقدم عرض می‌کنیم. همین آقا هست، عکسش تو چیز بود. آقا سلام عرض شد. سلام بفرمایید. واسید من ایرج هستم، دوستم حمید. باهاتون تماس گرفتیم از موبایل امیر. گفتین بله اینجا. خود آشغالش بود. خود آشغالش رو حالا میگیم بهتون. شما اول به سوالای ما جواب بدیم. بله. چه سوالی؟ خب آقای سام عزیز. داوود. نه اسمم داوود. یه لحظه ببخش من باید تلفن جواب بدم. کجا؟ بیا. اسمتون سام. اسم مغازه سیو کرده بیشرف که زنگ میزنم جواب نده. از شما اون شب که امیر مرد 20 بار چرا زنگ زدی؟ شب قبلش هم مثل که زیاد تماس گرفتی. چی گفتی؟ امیر مرده؟ شما نمیدونستی؟ البته به نظر میاد کشته باشنش. آقا من حوصله دردسر ندارم، بفرما بیرون. من اینجا آبرو دارم، بفرما بیرون. به ما جواب میدیم، ما خودمون میدیم. آقا اینجا محل کسب، بفرما بیرون. خب یه لحظه. زمان. آقا میریم بیرون صحبت میکنیم، خوبه؟ چی میگین تو گوشه هم؟ قراره با من حرف بزنین دیگه. خب بگو. با این بی همه چیز اومد در مغازه به من گفت که میخوام با یه دختر ازدواج کنم. گفتم خب بیا بریم تو مغازه، هر چی میخواد قسطی بردار. گفت نه من فقط پول لازمه. گفت اسم دختره رو گفت؟ آره گفت اسمش با نه شروع میشد. نازنین؟ نگفت با هم نامزد کردن یا نه؟ بابا در راستای پرونده سوال کن. شما پلیسین؟ نه خیر. پولو بهش دادی؟ هم پول گرفت هم ازم هم ماشینمو چند روز قرض گرفت. ماشینه چی بود؟ مرسدس قدیمیه. مشکی؟ مشکی بله. 2 روز بهش زنگ زدم جواب نداد بی همه چیز. من فقط به خدا بر طلبم زنگ زدم، نمیدونستم مرده. حالا کی کشتش؟ کی کشته؟ ما دنبال دردسر نیستم، من فقط پولمو میخوام. خیلی با هم رفیق بودین؟ بله. پس حالا که با هم خیلی رفیق بودیم بگو ببینم زندان کیه؟ زندان کیه؟ اسمش سیبه تو گوشی امیر. ما زنگ میزنیم جواب نمیده. زندان. مادرشه. مادرش اسمش زندانه؟ نه مادرش توی زندانه. این شماره‌ای که باهاش یواشکی زنگ میزنه به امیر. کی آزاد میشه؟ آزاد نمیشه، حبس ابده. یه زنگ بزن به نازنین. ماشاءالله انتخاباتم یکی از یکی درجه یکتر. مثلا شاخ همه آخری امیر. تبریک میگم، چه خانواده درست حسابی داره. مادرت کجاست؟ به جرم قتل تو زندان. معلومه چی کار داری میکنی تو چی کاره منی من باید به جواب بدم؟ همه کاره با هیچ کاره. پدرمی، نمیذارم تو بدبخت بشی. مادرمی، قیممی، چی کارمی؟ همه کاره. ببخشی من الان اینجا چه کارم؟
برای چی اومدم اینجا؟ الکی منت نذار، شما دنبال کار خودت. عجب رویی داری تو. اون شب کی اومده بود خونه من چماطمه زده بود رو مبل از غصه و ترس داشت قهقهه میزد. من و ایرج به خاطر کی رفتیم دوربینا رو دستکاری کردیم، رفتیم خونه اون گور به گور شده. اثر انگشت کیو پاک کردیم؟ برای چی دنبال قاتل؟ نه دیگه اینا جزء تفریحات روزمره من. بابا میرم بیرون میکشم. بابا این از بیا من دست این خلاص کن دیگه، دیوونه‌ام کرد. چی شده؟ بی حساب نبودی اینجوری نمیشه. با من درست حرف بزن. ببین فقط میگن اقوامش میتونن برن داخل. این اگه زنش شده بود الان به عنوان عروس میرفت باهاش صحبت میکرد. الان صاحب ازام بود، بیوم بود، قاتلم بود. قاتل چیه؟ از اون شواهد دارم میگم. حالا به هر حال میرفت صحبت میکرد دیگه، حیف شد. من گفتم 1000 بار بهت گفتم اقوام درجه 1 تو روز مشخص. بچه‌م ببخشید حبس ابد ها، الکی نیست. آخ من اصلا دلم نمیاد فکر کنین دختر رو بکشن بالا. من دلم میاد چون یه حرفایی هم اومد اونجا زد که من زیادم حال نمیکنم. حالا نگران نباشه، تلاشمون رو میکنیم. بله ما داریم تلاش میکنیم، آب در هاون داریم میکنیم. آقا بذاریم منیر تو باشه، یه درس عبرت براش بشه. اینم که از حق دولت آزاده. نخند، الان میام به عنوان دیوانه میگیرن. خدا من دارم خفه میشم از استرس. به خودم میرم همیچی خودم اعتراف میکنم به پلیس. چی رو اعتراف میکنی؟ مگه کاری کردی؟ نه برم بگم من خونه امیر بودم جسد شدی. نه بابا نه این کار درستی نیست. نه یه روز دیگه به من فرصت بدی من اینو حلش. یه روز میخوام بهت فرصت بدم ببینم چی کار. آقا بهترین کار الان اینه که قبل از اینکه پلیس پاش اینجا باز شه ما بریم با مادر امیر صحبت کنیم. تمام. پلیس باز شه، باز شد پاش. بیا. شما اینجا چی کار میکنی؟ حالا ما یه زندانی داریم داره آزاد میشه. این پلاکارد رو تو ماشین. وای آخر هممون به فنا آمدیم. آقا چیکار داریم؟ خودت اومدی اینجا چیکار؟ به شما هیچ ارتباطی نداره. شما هم بهتر بذاری پلیس کارشو بکنه. آقا اگه میخوای بری داخل با مادر امیر صحبت کنی نمیذارن. زور نزن. من رفتم نرو دیگه. بابا مثل خونه خودش ها، مثلا پلیس اولا. برو. آقا خاموش میکنم. فکر کنم شما مثل من معتقدی که هم منیر هم این دختره بیگناهن. بذارین من بیام تو، میتونم خیلی کمک کنم ها. خب زری خانم چند سالتونه؟ خانم عزیزم ننته. ببخش چند سالتونه؟ به تو چه؟ نمیگم. من ببر این دیوونه است. چه خبر خانم؟ دادن زن آروم باش. من میخوام کمک کنم. شما حیفین خانم. برو ننتو کمک کن. حیفونه ای که تو رو زایده. ایرج خانم خواهش میکنم شما حرف نزن. بابا یکی باید خواهش کردم ازش کمکش کنه. چند سالشه بعد؟ ایرج خانم بالاخره یکی باید زیر پر بالش. خواهش کردم ازت. برای خودم نمیگم. باشه آقا من هیچی نمیگم. بفرم. خب خانم درست و دقیق همه چی توضیح بدین. من تا ندونم این سوالو برای چیه هیچی نمیگم. ببین نبین من اینور آروم نشستم و چشم به هم بزنی میام اونور نرده دیگه اینجوری باهات صحبت نمی‌کنم. میام اونور با هم دیگه. ببینین من ابد خوردم با من اینجوری حرف نزنی. ایرج شما بفرمایید بیرون. چی؟ باش برو بیرون. باش برو بیرون. ایرج حرف نزن. بابا این میگه من ابد خوردم به من گیر دادی. آقا باشه من هیچی نمیگم اصلا اینم بستم. خانم شما دیشب نه پریشب از زندان با امیر تماس گرفتیم پسرتون درسته؟ گرفتم. مشکلیه؟ نه خیر خانم مشکلی نیست. باش برو بیرون. پاشو من برم در راستای پرونده سوال می‌پرسم. میگم حرف نزنی. برو بیرون. چقدر بی احترامیم. خودت برو. بزنین بگم دیگه. بگین بفرمایید. تعریف کن. بگین دیگه وقت نداریم. بگین. 4 ماه آبستن بودم. از هیچ بفرم. بابای امیر دیوونه شده بود. پول نداشت. همیشه خمار بود. دعوا را انداخت. زد تو گوش امیر. طوری زد که بچه پرده گوشش داغون شد. بچه هم مادرزاد اون یکی گوشش هم نمیشنید. بله میدونم. نمیخواستم بکشمش.
فقط هلش دادم. داشت امیر رو میکشت. سرش خورد به شوفاش. بعدش هم پسرش بهم حمله کرد. پسرش؟ بگو این از من سوال نپرسه. بله باشه چشم. باشه. مگه غیر از امیر پسر دیگه هم داری؟ پسر اون بود. از امیر بزرگتر بود. پدرسگ با لگد زد تو شکمم، بچم افتاد. بعدش هم امیر با تیزی خط انداخت رو صورتش. خب اون پسره الان اگر اون پسره الان کجاست؟ اسمش چیه؟ ناصر. نمیدونم. منو که آوردن اینجا، امیر اونو بردن دارو تعدیم. امیر از اونجا که اومد بیرون رفت پیش مادر بزرگش. از ناصرم خبر ندارم. خب زری عزیزم عزیزم ننته. نه من ببخشید یادم میره. مادر بزرگ امیر مادر شما میشه دیگه؟ بله. زندان؟ بله. آدرسی ازش دارین؟ برای چی؟ میخوایم ببینیم که تو این مدت ناصر اون طرفا سرکلش پیدا شده یا نه. بهتون میگم اما قبلش باید یه چیزی دیگر رو بهم بگین. چی؟ گفتین امیر رو زدن بیمارستانه. ولی از نگاهتون معلومه دارین دروغ میگین. چه بلایی سرش اومده؟ اگه راستشو نگین آدرس رو بهتون نمیدم. تو بگو. تو من فقط میدونم قطعا جاش خوبه و راحته انشالله. یه دستمال واسه من بیارین. فقط آدرس مادرتون رو لطف میکنید. آشغال نمیبینی؟ دارم گریه میکنم. خب بعدش کاراتون بکنید بعد. نباش خوبه به دردی خوردی. فهمیدی که به خاطر جنابالی ایرج رو برد تو. خب چیکار کنم؟ بیا منو بخور. ولکن نیستی نه؟ قد اصلا واسه چی اومدین دنبال من؟ نشستی اینجا سرتن منو بشوری؟ یکش به خاطر همینه. بابا تو رو خدا رو مخ من راه نرو، من واقعا اعصاب ندارم. جنی واقعا فکر کردی مخ داری؟ مخ داشتی ما رو انداختی تو مخمسه؟ مخ داشتی با این پسر وارد رابطه ناجور شدی؟ رابطه ناجور یعنی چی؟ رابطه ناجور یعنی چی؟ رابطه ای که جور نیست. الو آقا حیف شد. ببین یه پیغام واسه چک کن. آره پیغام تو چک کن. این آدرسی که واسه فرستادم استلام بگیرم. آره کلی ناراحت شد، اشک ریخت. منم که کاری از دستم بر نمیومد دیگه. فقط یه دستمال بهش دادم خشکش کنم. آخه همین. خب آقا قراب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی دیگه وجود نداره. خانم شما سر ماجرای نامزدتون خرابکاری خیلی کردید. نامزدم نبوده. خواهش میکنم حالا هر کیتون بوده بهش تلفن که زدین، باش دعوا که کردین، در خونش خواهش میکنم در خونش که رفتین تو ماشین منتظرم. آقا ما اگه بخوایم الان خواهش کردم. کاربند نامزدتون پیدا کرد. ما رو بپیچونم برن ناهار. خواهی بریم ادعاقای ناهار؟ ناهار کجا بود؟ چی میگی واسه خودت؟ دوتا برای چی باید برن ناهار؟ چی؟ گفتی این دوتا باید برن ناهار چی؟ چه میدونم؟ تو الان گفتی ها؟ نه من حرفی نزدم. آقا ببخشید من با اینکه گرسنمه نمیتونم در خدمتتون باشم. یه جا نگه دار من پیاده بشم. غلط کردی؟ ما با هم میریم ناهار. آقا تو برو. به من چی کار داری؟ نگه دار آقا. نمیشه چون میدونم کجا میخوایم بریم. بابا این باز شروع کرد. کجا میخوام برم؟ میخوام برم خونه دیگه. بله میخوایم بریم خونه. ولی کدوم خونه؟ کدوم خونه؟ بله شما میخوایم بریم خونه مادر بزرگ امیر. مادر بزرگ امیر کیه؟ ایرج خان اگه نخواین تو این پرونده عقب وایسین مجبور میشم دستگیرتون کنم. البته الانم به جرم واردشم به صحنه قتل میتونم دستگیرتون کنم. آقا پس همین الان ببر ما رو تحویل بده چون من از این پرونده عقب نمیکشم. من و ایشون در خدمت شما، ببر ما رو تحویل بده تموم شده. خوردی من و ایشون هم من به این پرونده رفت سر نهار. آقا چرا شما نمیفهمین؟ مهمه این قضیه جدیه، قتله، بچه بازی نیست. اتفاقا چون بچه بازی نیست ما اومدیم وسط.
من اگه نیومده بودم وسط که شما هنوز درگیر اون آدرس برچسب اون 3 شماره بودی. حالا من درسته به این لرجم ها، ولی اینو دیگه واقعا راست. شما نمیخواد کار من یاد بدین. بابا بسه دیگه، انقدر نپریم به هم. من یه گندی زدم خودم پاش وای میزم، اصلا نمیخوام کسی کاری واسه من بکنه. تمام. خب پس من میگم کجا بریم ناهار؟ یه بار این بابا. خجالت بکش. شما اگه حرمت موی سفید ما رو نگه نمیداری حال این دختر رو ببین. ببین حالشو. آقا این وریشون. ببین. آدرس رو بخونید با هم میریم. آدرس. بفرمایین میوه بخورین. تعارف نکنیم، بفرمایین. میوه کجاست؟ انار بالا سرته، کوری نمیبینی؟ سیبم ته حیاته. ممنون، نمیخوام. تو گفتی اسمت چی بود؟ حمید. اسمش حمیده، کوچیک شماست. بنده هم ایرج هستم. خفه شو ایرج. شما اسمتون چیه؟ گفت خفه شو ایرج. چشم. اینجوری که نمیشه، من فقط دارم کفشاتون رو میبینم. آخه من کمرم رو عمل کردم، دکتر گفته فقط باید همینجوری بخوابم. خب این الان بهتر نبود؟ نه بیا پایین‌تر، اینجوری نمیبینمت. آها عرض کردم بهتر نبود تشریف می‌بردیم بیمارستان. وای تو چه شیرینی، توپل مپل. یه سوالی داشتم ازتون. اینجوری که نمیشه، باید بیا پایین‌تر. خوبه؟ آها خب شد. ببخشید. میخواستم اگه بشه یه مقدار راجع به نوهاتون بیشتر توضیح بدین که ما هم دیگه از خانه. ایرج کن پاشو. چی؟ پاشو بشین. خانم حرف میزنی یا برم با حکم برگردم؟ ها؟ به حکم تو خانم مؤدب باش. تو دیگه چی هستی؟ بزنی به چک ببینم. میشه یه دقیقه شما حرف نزنین؟ خانم ببخشید شما با من صحبت کنین. این آقایون یه ذره عصبی ان. گمشین یا خب بس دیگه. این دوتا رو با هم نباید تنها میذاشته. بشین بابا، چیزی نمیشه. فقط این میتونه ازش حرف بکشه. نگران نباش. این زمه رو همینجور که دمره ها خاک باید روش ریخت دفن بشه، نه تو گله. اصلا رو حرفای این آدمی نمیشه حساب کرد. باشی بریم نازنین رو صدا کنیم، من میرم با حکم برمیگردم. بشین بابا. راستش کردم. حرف میزنه، میگه فقط یه شرط داره. هیچ شرطی قابل قبول نیست. چه شرطی؟ میگه که فقط با حمید حرف میزنه. ما نباید بریم تو. با من؟ عمرن؟ ناصر 2-3 روز بیشتر اینجا نبود، داشت با امیر شر را مینداخت، منم پرتش کردم تو کوچه، دیگه هم راش ندادم. فامیل دیگه‌ای به شما داشت؟ فقط یه خاله داشت خبرش. خب آدرسش کجاست؟ نه بابا من آدرس خودم هم ندارم. ببخشید خانم. گمشه برو بیرون، کیرات داد تو. غلط کرد. شما عکسی ازش دارین؟ من عکس از بزرگیاش ندارم، از کوچیکیاش دارم. خب خوبه. کجاست؟ نسل گرگ بیابون نکنه. خوبه دمر بود، سر پا بود همه رو خورده بود. نخند. خب میخواسته اینقدر توپل نباشی بابا. حالا چی؟ این همه راه اومدیم برگشتیم چی به چی به چی هم نشده. گلوش پیش تو گیر کرده، برگردی پیشش همه چیزو بهت میگه. برگردم من به قبر بابام خندیدم برگردم، من بر نمیگردم. ولی من فکر نمی کنم چیز بیشتری بدونه، بعید بدونه. نه بابا، از کجا میدونی؟ امید خوشش اومد. رحمان مگه من باید شوخی دارم؟ ناراحت میخنده، خوشحال میخنده، نگران میخنده، مطلق میندازی میخنده. برو دکتر بخواه. حمید خان شما ربطی نداره، شما نگران حکمت باش کسی نخورتش. خیلی خب بس دیگه. اگه اجازه بدین دیگه شما رو میذارم خونه، خانومم با من میاد اداره.
بس چی باید به شما بیام اداره؟ یعنی چی واسه چی باید بیام؟ باید یادآوری بکنم که یک سر قتل امیر میرسه به شما؟ شما باید بیاین اداره حرف بزنیم. خب همینجا حرف بزن. همینجا حرف بزنیم؟ بله. اینجا حرف بزنم؟ بزن. خانم محترم. یواش. وقتی آدم با یکی نامزد میکنه گفتم به من نامزدش نبودم. خانم محترم اصلا نامزد هیچی. وقتی با یکی میری تو ارتباط باید بشناسیش. بعد دوستاشو بشناسی، پشت و پساداشو بشناسی. اون ماشینم به شما ربطی باشه من با تو میام اداره حرف بزنیم ولی تو اونجا صداتون رو نشنوم. تو راه میخوام به درد خودم برم. ببخشید آقا یه لحظه وایسا آقا ما پیاده میشیم. من فکر میکنم کار داره به جاهای باریک میکشه. من چون اینجوری باشه پشت خانم در میام بعد دیگه پرده ها دریده میشه. من حالیم نیست. آقا میگم وایسا. سلام. برو سلام میکنه. عزیزم سلام. چقدر تو سلام میکنی؟ چیکار داری؟ ببین آخه زخم صورت بچه رو ببین. کیه این؟ مال دوران بچگی. قاتل اینه؟ بابا همه جا دوربین داره. باید زنگ بزنیم به قرا. خب عوضی تو که میدونستی قاتل اینه چرا ما رو کشونی اینجا؟ این رم بکنه الان ما رو کشته؟ بابا بریم. چی شد؟ الو چه عجب. خب خبر مرگ کار داریم که داریم زنگ میزنیم. بله ما هم سر کاریم. بابا بده من. ببین سلام آب دستته بذار زمین باید بیا اینجا. همه ماموراتو جمع کن بیا اینجا بعد ساختمون رو محاصره کنیم. ببین چقدر سوال میپرسی چیه؟ ببین قاتل رو ما گرفتیم. کاری که شما باید میکردی. کی قاتل گرفت؟ من. تو پوشک تو نمیتونی. بیاین شما. بابا چقدر سوال میپرسی؟ ماموراتو جمع کن بیا اینجا. وقتشه بریم سیاه. ما دیگه اینجا کاری نداریم. من مچل شما. من معذرت میخوام. لطف کن ماشین من بود. برو سیاه. صدای چی؟ شلیک؟ ناصر رو زدن.